ایشان آ ای تو شما من ما شان در فارسی شان میشه ضمایر ماش میشه پرنامگاه. حالا ما رو کار به این چیزا نیست، ما استفاده شد شان چیه ما رو کار نیست، شان ما رو کار نیست. ما یک چیزی زنه بشه ده آ در واقع ضمیر اشاره به دوره، درسته؟ آ یعنی دور، ای یعنی نزدیک و بچه‌شان ضمیر اشاره به دور و به نزدیک. حتی یک دیگه خاصیتشان هست، اگه شاید شما وحش بچاریشان چطور که نوشته آکت آکت یک مردی کاین کاین یعنی که بازن آنها، یا بری آکت یعنی او می آید ادام، ولی در بلوچی هر دوتا یک شکل، یعنی و آنها هر دو همین یکی شکل. در بلوچی دیگه چیزشان پیش داره، درست مثل انگلیسی دیگه چیزی پیش داره چی جمعه یا مفرده، یکی یا بازه. آی همه فعله به آخر کلمه یکی بچه آکت معلومه که یک مفرده. آکایانت انت پا بازه ایده مایزانی انت پا بازه این پا یکی انت هم بعدا میشه انت پا یکی انت پا بازه بچه آکت یعنی یک مردمی او می آید، آکایان یعنی آنها می آید. پس ایده مشخصه که هم برای جمع هم برای مفرد. تو که تو دیم پدیمی مردم درسته؟ باشنه میشه دیم پدیمی آنی بشن عربی بشن مخاطب یعنی کسی گونی خبر کنه. تو دیم پدیمی مردم ای هم نشانه ای ایشی بچه ایشی شیگه یک همزه اضافه کنه، همشیه یک همزه بوده چی شدی؟ بچه یک همزه تنهایی ایشی نشانی برای توی ضمیر انتی تو ساره بچه اونو بودم تو ساره یعنی تو تیهوش برابره، تو گاره بعد از تو مقابل شما دیم پدیمی مردم وقتی بازمن شما درسته؟ یکیه دیگه تو یک نفری بله شما بازه، شما دیم پدیمی مردم باز، شما دیم پدیمی دیگه شما سارت بچه پس شما چی بی ات شما گارت پدا ات شما دربروکت شما جنت. برای من هم من بزن همه گپ کنو کنی یعنی اما چی بوشم عربی متکلم وحده متکلم اما صحبت کن من گپ کنو کنم یعنی من جنت که دارم گپ کنم برای من اون چی بی؟ برای من این آنه من ساره من گاره من واره من در برو کن من جنان من وران من گوشان ما این بیت که هم بعدا تا آخرشان توضیح ده ما بچه برای ما این برای ما بچه پدا همچون این نشانی برای ما یعنی چیزایی که با توجه کنه ایشان نمیشه. برای ما این برای من برای شما برای تو برای یا یکی هر دوتا این نکته هایی که شما باید بگیرتش همچنان ماید علامت بشتگن شد. برای ما ما ساری ما گاری ما در بروکی
ما جنیم، ما وریم، ما گوشیم.